کتاب تاریخ باستان ایران رو که باز کنید، احتمالاً ایلامی‌ها و ماده‌ها و هخامنشیان اولین حکومت‌هایی هستند که باهاش روبرو خواهید شد که عموماً بیشتر این تمدن‌ها و پادشاهی‌های باستانی در حوالی مرکزی و جنوبی ایران حکومت می‌کردند. اما سوالی که ممکنه برامون ایجاد بشه اینه که از حدود 10,000 سال پیش به بعد اون طرف رشته کوههای البرز و در سواحل دریای کاسپیان چه اتفاقاتی رخ داد و چه بر سر تاریخ این سرزمین گذشت؟ چی شد که مازندران رو سرزمین دیوها نامیدن و چطور مردمان این سرزمین تا 900 سال در برابر اسلام مقاومت کردند و این دین رو نپذیرفتند؟ سرزمینی که در تاریخ باستان ایران با نام طبرستان شناخته میشه. بیایید مثل همیشه تاریخ رو از گذشته‌های خیلی دورتر بررسی کنیم. ما در مورد 10,000 سال پیش به قبل از تاریخ مازندران عملاً چیز زیادی نمیدونیم و این اطلاعات اندکی هم که داریم نتیجه کاوش‌های باستانشناسی در غارهای هوتو و کمربند. تو سال 1951 میلادی طی کاوش‌هایی که لویی واندندر، خاورشناس بلژیکی در غار هوتو و کمربند در شهرستان بهشهر انجام داد، 3 اسکلت انسان پیدا شد که احتمالاً متعلق به انسان‌هایی هستند که حدود 75,000 سال پیش در این منطقه زندگی می‌کردند. با کاوش‌ها و بررسی‌های بیشتر اطلاعات زیادی به دست اومد، از جمله اینکه این غارها سالیان دور و درازی و در دوره‌های تاریخی مختلفی مثل دوره‌های پارین سنگی، نوسنگی و عصر برنز مورد استفاده قرار می‌گرفتند. ساکنین اونها در ابتدا با شکار روزگار می‌گذروندند و رفته رفته تونستن تعدادی از حیوانات مثل سگ را اهلی کنند. حتی تو اوایل هزاره هشتم پیش از میلاد به درک اولیه‌ای از ساخت ابزارهایی مثل نیزه‌ها و نردبان‌ها رسیده بودند. یک نکته بسیار جالب و مهمی که منجر به عبور انسان از عصر شکار به انقلاب کشاورزی در این دوران شد، نقش مؤثر زنان بود. زن علاوه بر اینکه نگهبان آتش بود و احتمالاً اختراع کننده ظروف سفالین، در کوه‌ها به جستجوی ریشه و دانه گیاهان و میوه‌های وحشی نیز می‌پرداخت. همین آشنایی با ریشه‌ها و گیاهان منجر به آزمایش و کشت اونها شد و این مرحله آغازین انقلاب کشاورزی برای انسان شد. با پایان عصر یخ در همین زمان و فرو نشستن یخ‌ها، این فرصت به انسان‌ها داده شد که این دانه‌ها رو در خاک‌های حاصلخیز نزدیک دریاها کشت کنند. بنابراین اونها رفته رفته از کوهستان‌های البرز به سمت دریاها به راه افتادند و از هزاره ششم به بعد می‌بینیم که اولین روستاها و تمدن‌ها مثل گوهرتپه در این منطقه شروع به شکل گرفتن کردند. آریایی‌ها حدود 2000 سال قبل از میلاد از دو سمت شرق و غرب دریای کاسپیان به این سرزمین‌ها رسیدند. در پیشروی آریایی‌ها به فلات ایران ظاهراً در دو منطقه با مقاومت شدیدی روبرو شدند که برام اشاراتی در اوستا آریایی‌ها برای برتری بر این مردمان، یعنی مردمان ورن و مازن، به ایزدان متوسل شدند. قابل ذکره که در اوستا مازندران مازنه خوانده شده. این اقوامی که با آریایی‌ها مقابله کردند شامل اقوام تپورها، کاسپی‌ها، آماردها و هیرکانی‌ها بودند. پیرنیا میگه که این اقوام آریایی نبودند، بلکه از ساکنین اصلی و قدیمی ناحیه مازندران قبل از ورود آریایی‌ها به حساب می اومدند. کاسپی‌ها کسانی بودند که اسم دریای کاسپیان رو نیز از روی همین اقوام گذاشتند. گفته میشه سرزمین‌های اونها حتی تا قزوین امروزی نیز ادامه داشته، چرا که اسم باستانی این شهر در منابع با نام کاسپیان ذکر شده. در مورد واژه مازندران نظرات گوناگونی مطرح شده، ولی هنوز هم معنای دقیق و روشنی براش پیدا نکردن. عده‌ای معتقدن این واژه ریشه در اوستا داره. گروهی نیز مثل ابن اسفندیار، نویسنده قرن 6 و 7 و مؤلف کتاب تاریخ طبرستان، موز یا ماز رو نام کوهی میدونسته و این سرزمین رو برگرفته از نام مازندرون، یعنی ولایتی درون کوه ماز میدونسته. در پیوند با تاریخ مردم مازندران باید این نکته رو توجه کرد که پیشینه اسم مازندران بعد از سرایش شاهنامه فردوسی بوده. یعنی تا قبل از نگارش شاهنامه و تا قرن هفتم هیچ اثر و نامی از مازندران در دست نیست. اگرچه اختلاف نظراتی در مورد اینکه اصلا مازندران ذکر شده در شاهنامه دقیقاً کجاست وجود داره. تاریخ نگاران یونانی و رومی در گزارش‌های تاریخی خودشون در عصر آشوریان، هخامنشیان و اشکانیان اسم این سرزمین رو تپوریا قید کردند. البته منابع دیگه‌ای وجود داره که این سرزمین در دوره هخامنشیان ورکانه یا هیرکانیا نیز خوانده می‌شده که با تسلط یافتن اقوام تپوری بر اقوام هیرکانی
رفته رفته اسم این منطقه نیز به تپورستان تغییر کرد. در کنار اون در برخی منابع این سرزمین رو پشت خارگر نیز نامیدند و تا زمان ساسانیان با این نام‌ها شناخته میشد، ولی بعد از یورش اعراب در منابع ایرانی و عربی به طبرستان معرب شد. در ابتدا نواحی کوهستانی طبرستان و نواحی پست ساحلی رو مازندران میگفتند، ولی رفته رفته تمام نواحی ساحلی و کوهستانی مازندران نامیده شد. بسیاری از حوادث اسطوره‌ای شاهنامه در مازندران رخ داده که مهمترین اون 7 خان رستمه. رستم برای پیدا کردن و آزاد کردن کیکاووس، پادشاه ایران که در بند دیوان مازندران گرفتار بود، از زابلستان به مازندران سفر کرد و بعد از 7 عمل پهلوانی کیکاووس را آزاد کرد. اولین مردمان مازندران یعنی تپورها، آمارتها و کاسبیها عناصر اولیه طبیعت مثل ماه و زمین و خورشید و آب رو میپرستیدند. این اقوام از اون دسته مردمانی به حساب میان که مقاومت بسیار شدیدی برای پذیرفتن دین زرتشت کردند و خیلی دیر اون رو پذیرفتند. بسیاری مردم مازندران رو دیو پرست خطاب میکردند، ولی این کاملا اشتباهه. طبق پاره‌ای از نظرها دیوان مازندران در واقع همون مردم مازندران بودند که بعد از ورود آریایی ها و شکست خوردن از اونها به سمت سرزمین های کوهستانی و صعب العبور در کوههای البرز پناه بردند. خود واژه دیو نزد مردم مازندران به معنی خدا بود و چون اینها آب و جنگل و خورشید و ماه رو میپرستیدند، از نظر پیروان زرتشتی معنی ضد خدا پیدا کرد و دیو معادل با زشتی و پلیدی بود و چون این اقوام برابر دین زرتشت مقاومت کردند، به اینها دیوان میگفتند که مخالف اهورامزدا است. نخستین اطلاعات مکتوب ما از حاشیه‌های جنوبی دریای کاسپین از نوشته‌های چند تن از جغرافیدانان و مورخانی چون هرودوت، استرابون، گزنفون و بطلمیوس به دست اومده. همونطور که گفتیم تپورستان، طبرستان و مازندران نام‌هایی هست که در طول تاریخ به این سرزمین اطلاق شده. این منطقه به واسطه طبیعت خاص و پوشش هموار سبزش همیشه مورد توجه پادشاهان قرار داشته، ولی چیزی که باعث شده مازندران کمتر مورد هجوم حکومت‌های مختلف قرار بگیره، دیوار عظیمی به اسم رشته کوه‌های البرز بود که رسیدن و به دست آوردن این سرزمین رو دست نیافتنی کرده بود. مردم ساکن در این ناحیه همواره به عنوان بهترین مبارزین و جنگاوران شناخته می‌شدند. هرودوت نکته جالبی در کتابش آورده که در جنگ‌های ایران و یونان دسته‌ای از جوانان مردی و تپوری با سازوبری آراسته و پوششی چشمگیر همراه شاهنشاه ایران حضور داشتند. همچنین بعضی نوشته‌های دیگه از نگهبان‌های داریوش سوم و خاندان سلطنتی در هنگام حمله اسکندر به ایران گفتند که جوانان و جنگاورانی بلندقامت و تپوری از شاه و خانواده‌اش محافظت می‌کردند. تمامی اینها نشون میده که تپورستان یا به گفته خود هخامنشیان هیرکانیا یکی از ساتراپ‌های مهم پادشاهی هخامنشی به حساب می اومده که مردمانش در مهمترین بخش‌های سپاه این امپراتوری انجام وظیفه می‌کردند. زمان حمله اسکندر به ایران، سرزمین طبرستان